سلام بچه ها، من امیر رال 3351 هستم و امروز اومدم 2 نفره بازی کنم. 2 نفره قرار خیلی حال بده و خیلی هم اتفاقات جالب و خنده‌داری بیفته. ببینید الان من دارم چیز میزا رو فعال میکنم. مپ نساخته بودم، فراموش کردم بسازم. الان دارم میسازم. ببینید دوباره داریم همون مدینه رو فعال میکنیم. الان باید ببینیم من برای 2 نفره بودم میام یا ریخت قیافم نمیام. نه مثل که ریخت قیافم میاد 2 نفره. ببینید الان نکنید افتادم پایین. ببینید الان اینجا رو که میبینید یه لحظه اسم پیجت چی بود؟ اسمش پیجت چی بود؟ الان شیشه و گاز یعنی گلسن فایر. ببین اسم پیجش گلسن فایره، لطفا دنبالش کنین که خیلی خوشحال میشم. الان قرار باش یه دست ماینکرافت بازی کنیم که اگه هر کس 3 بار ببازه دیگه میبازه. بذارید الان من اینو برداشتم، این اسلحه رو یادش این خیشه من برداشتم. گلسن فایر بارو این چند خب باشه اشکال نداره. بذارید یه لحظه من براش انتخاب کنم. خب بزن بریم گلسن فایر من. نه اول این چند تا گلدن اپل تو بخور. این چند تا بخور که الان قراره سروایو کنم. خب خوبه الان سروایو بکنم. نزن. خب بذار وایسا 1 2 3 فرار کنی. وقتی بعدش دوباره نگه دارم ریلوت میکنه. دیدی ریلوتش چه قشنگ. دمش خوردی؟ من که زدمش. آی گلسن فایر رو ببازونم. بچه من میخوام فایر رو ببازونم که اون همیشه منو میبازه. آی چی؟ بله اچ پی الان فقط 10 تا بیشتر نیست. الان ببین شاید 18 تا. نه نرم. خب تو سر گلسن فایر فالش نکنی. ببین داره خیلی خفن بازی میکنه. این چند تا گلدن اپل، این چند تا گلدن اپل. کجا فرار کردی؟ اچپیم 10 تا.
وای بچه اگه اون ببره فالش نکنی. کشتم یا نه؟ نه باید یه طوری از اینجا در میام بیرون به خودمون میگم تنها چاره که دارم. ای بابا چرا نموردم؟ چجوری خفنی دست نمیدادی؟ کجا؟ بکنی تو آب مردی؟ نمیتونم ازت بیام بالا. خب برو توی آب، برو ته آب صبر کنین تا بابا تموم بشن بمیریم. چرا؟ خب ببین اینا حسابمون نمیشه. میدونم میخوام بیام بالا نمیخوام اصلا من داره اشون کنم. بیا چی؟ واقعا؟ ببین الان 6 دقیقه شد ویدیو. نه ببین میدونی چی میشه؟ ویدیو بزرگ میذاره، ویدیو کوچیک نمیشه. نه بابا خیلی از کسا نگاه میکن. من هیچ چه نمیدونم تاریکم. کجا؟ نزار آقا غرقش کن بذار بره بیاد بالا دیگه. نه میتونه بیاد بالا؟ من هرچی گاز میدادم بالا نمیاد. الان چون که الان بردمش رو حالت کریتیو. میگم الان داره ضبط میکنه؟ بله بذاری اصلاحات که جوره مونده من است بردارم. این سر میخوام AK 47 بردارم. باشه بذار 2 تا اسلحه من برمیدارم. خب سروایو کنم. ای وایسا میدونی من چه فراموش کردم؟ جون پر کن این چند تن گلدن اپل. یه دونه بردارم بخورم زدن بر بدن. خب الان سروایو آوازی باشه دیگه. خب هنوز داری ضبط میکنی؟ بله بکنم فیلمه 1 ساعته بزنم. نه بابا یا بابا تو خیلی پرو پلیه. هر جا بگیرمت دخله الان پشت بافه این عادتت از سرت اگه به من جشن میگیرم. اگه دوباره عادتت بیاد من همیشه تو اون گرفتم.
اما یک من زد بکنم آها بادشه من مردم؟ من تیر زدم نه من تو رو کشتم اما دوست همه چی از اول زدم نه بابا الان من برات میارم یه جون از دست دادم من خب بله الان شدیم 1-0 بازی رو صبح کنم یا شب کنم؟ صبح شب به درد نمیخوره خوب شد که تو غذا هم دادی خب بذار اول من بازی رو صبح کنم 1 2 3 شروع شده هی برو پایین همیردی ما هم بکشون پایین ما هم اصلا بزن توی دریا دوره مجبور شیم بمیریم یا بلفظ اینجا بگیریم چون نشونه گیری من یه دونه تیر نمیخوره یه تفنگ زپرتی برای من برداشتی بالاخره مردی دیگه بله 1-1 الان یه لحظه پدرها قهرمان میشوند همه ویدیو استاپ نداره نه؟ داره ولی یه لحظه وسایلمو که ندازدیدی دست نه من خلاصه یه جایی میفتم پایین دیگه حالا فرق نمیکنه این پایین کجاست من مردم با چی کشتی؟ با این یه کاملش کن 2-1 شد بذار وسایلاتو بردارم بهت بدم بعدش تو چت بزنم مثلا نزنیم صاف وسط دماغشون من یه دونه تفنگ دارم هیچ چی ندارم دیگه بذار بزنم خودت برداشتی؟ من برداشتم یه دونه تفنگ دارم دست چیز دیگه که من گلدن اپلینا هیچ چی ندارم بیجانم الان من 59 تا بهت میدم ولی سوء استفاده نکن یه تیر بزنم بذار سمررخ بشی 4 تا خشبم بهت میدم خب تیر اول بخور نه وایسا خب الان 2-1 به نفع من 2-1 به نفع من خب 1 2 3 بازی شروع شد وای چی خورد؟ نه تو چی؟ من چیکار کم شدی؟ اچ پی همینجوری ندارم من بابا اینو ندارم یه لحظه نرفته توی اینجا نه بیجان شدم برم این گاو گوسفنده بکشم سودو خورم من بذار بایستا من یه ذره این چند تن گلدن اپل دارم اونا رو بدم بهت بذار 31 برات اینجا انداختم نامرد معلومه داشتم اون گوسفنده رو میکشتم تو این براکی که تو کندی کوشش اون براکی که کندی آها برو توش آها گرفتی این گوشتا به چه دردی میکنه؟ گوشتا وقتا که چیت نزدیم مثلا
داریم هاردکور بازی میکنیم میبینیم گرسنه‌ایم تو بازی باید گوشت بخوریم وگرنه جونمون پاره میشه. یه بار منو ببری بردی تموم شده. من 2 بار. بله. پس بذار پیدات کنم نمیدم. کنم پشت سرم هم میره داری یه جره دیگه میره. همیشه همینجور قافل گیر میکنم. خیلی نوبه پیدا میکنه. ها؟ خیلی. کی نوبه؟ من نوبه؟ الان از یه گوشه از یه پره در نه تو یه جوری پیدا صدا کشم وسیعه کجا رفتی قایم شدی بچه کجا قایم شدی جای مکان اسپانه باران گرفت باران بذار من این بارانه رو برطرف کنم نه بذار بیاد فکر کنم شمالی میاد تاریک نشه کنم من میترسم دیدی بارون بند من حد سعی تو رو کجایی تو؟ زرنگی چیت میزنم چیه؟ جرزنی خدایا چیز تازه بگو جرزنی که از قبل بود اینا بیخی گوشمه خودم آوردم آها تو با اونایی که بلده میزنی یه غلط کنم چیت زدم باشه داریم دیگه ولی تو نمیتونی چیت بزنی فقط سازنده خود سرور میتونه چیت بزنه تو چه جوری زدی؟ چون که سازنده سرور خب بمیر بفر حواس پو پریدی پایین باز آره بتونی منو پیدا کنی آره من تو رو یه لحظه دیدم من الان چیت میزنم نه تو چیت نمیتونی بزنی سازنده سرور پلیر اصلی میتونه چیت بزنه وای نه ریلوتینگ بچه تیر ندارم ریلوتینگ همین تیر نداره خشاب یه لحظه این چه نامردی حالا که من باید بزنم یه لحظه ببین چرا یه لحظه نامردی نکنی و مثلا تا گرفتم زدم نه نزنی ببین تا گرفتی بزنی نامردی میشه جلوت هست باشه میدونم وایسادم تو فرار کنی همه چیشم کامل امیرعلی بعد ما ریزاتی هم باید التماس بچه وای اچپیم نقطه دهونیم اچپی حاجی اچپیم 100 اچپیم 15 تا اچپیم 15 این بازی کسی اختراع کرد روجانی نباید میمردم یس گلسم فایر باختی فعلا بچه تا ویدیو بعدی خداحافظ